قسمت شد که الان دستمونه. این من خودم میترسم ازش، وقتی بیرونه من یه استرس شدید خودم دارم. نه نباید بترسی. توتی رو نباید ترسون و نباید ازش ترسی. الان شما دستو بردی گاز گرفت، من این گاز الکیه. این گاز هنوز به اون مرحله واقعی نه، چون میدونه من نمیخوام بهش صدمه بزنم. خب فقط یه حالت اینکه یادآوری میکنه که من یه منقار تیز دارم. اگر من بدونم که میخواد واقعا گاز بگیره، هیچ وقت نمیام به اون مرحله تو دست بگیرمش، نه به خاطر گازش، به خاطر خودش. اون استرسی که حاصل میشه میتونه به شدت آسیب بهش بزنه. این من دستمو که میبرم سمتش یه میاره جلو، من سریع دستمو میکشم. آخ این چه کاریه؟ اینجور میکشم دیگه، غریزیه دیگه. همینو دارم میگم. یکی از راه‌های این که شما یه صاحب خوب باشی اینه که رفتارش رو متوجه بشی. و اگر این ببینه که من اینو تو کتابای قدیمی خارجی یادم وقتی دادم برای ترجمه، البته این نظر خودم بود، خودم بهش رسیدم، یه توتی رو به هیچ عنوان شما باید بدونه که یه دست محکمی داری، یک جایگاهی که قابل اعتماده و از گازش نمیترسی. یه توتی وقتی که اولین بارا میخواد بیاد رو دستت بشینه، حتی اگه مثل این چند تا صاحب داشته باشه، باز شما رو امتحان میکنه. چند بار اینجوری یه گازه کوچیک میگیره که بدونه آیا نمیترسی، آیا جایگاه محکمی هست، و اگر بدکشی خیلی همه چیز رو به هم ریختی. آره من چند بار کشیدم، همش کشیدم، فقط بردم جلو تام اومده اینجوری کشیدم. این رابطه خوبی نمیتونه باشه بین یه توتی و صاحبش. باید همه اینا رو تغییر بدی.